یه روز گرم تو سال 85 یه جوان با چشمای پر از رویاهاش قدم تو دانشگاه تبریز گذاشت. رشته مهندسی پتروشیمی، جایی که فکر میکرد قرار جاده موفقیتش از اونجا شروع بشه. درسشو خوند، مدرکشو گرفت، ولی زندگی یهو گفت نه، هنوز زوده. 2 سال بیکاری، 2 سال انتظار. اما اون از اون آدما نبود که بشینه و غر بزنه. دلش بزرگتر از این حرفا بود. بالاخره یه روز در یه پالایشگاه خصوصی باز شد. رفت اونجا، 1 سال عرق ریخت، یاد گرفت که موفقیت فقط تو کتابا نیست، تو تجربه است، تو خاک خوردن و بلند شدنه. این تازه اول راهش بود. بعدش پاشو گذاشت تو شرکت آمیکو. 3 سال اونجا نفس کشید، رویاهاشو بزرگتر کرد. هر روز که میگذشت یه حس عجیبی تو دلش میگفت تو برای خودت ساخته شدی، وقت بشه بالاتو باز کنی. سال 95 بود که دیگه تصمیمشو گرفت. با یه سوله اجاره‌ای و یه دوست که مثل برادر کنارش بود دست به کار شد. فقط 2 نفر بودن، اما دلشون بزرگ بود. کسب و کارشون رو راه انداختن. مونتاژ باتری خودرو. 4 سال شب و روز جون کندن. با دستای خودشون آیندهشون رو ساختن، آجر به آجر. از همون پسنداز سال 1400 وقت گسترش رسید. 2 تا شرکت دیگه به دنیا اومد. یکی ریختگری فلزات، یکی عمرانی. این بار دیگه 2 نفر نبودن، یه رفیق دیگه بهشون اضافه شد. 3 تایی شدن و با هم 2 تا بال ساختن که پروازشون داد از تبریز تا آسمون. ولی یه روز وسط این همه دویدن و ساختن وایساد. نگاه کرد به خودش، به خستگی شیرینی که رو تنش نشسته بود. گفت من این همه راه اومدم، حالا وقت خودمه. شرکتاشو سپرد به دوستاش که مثل خانوادش بودن. نفس عمیقی کشید و رفت دنبال دلش. ارشد مدیریت اجرایی که سال 94 گرفته بود شد چراغ راهش. شروع کرد به کوچینگ. به آدما و کسب و کارها یاد داد که چطور از خاک بلند شن، چطور انفجاری رشد کنن. سال 1403 یه لحظه خاص رسید. اسمشو به عنوان کارآفرین برتر ملی خوندن. از اون جوون ساده تو تبریز تا کسی که حالا به همه یاد میداد چطور رویاهاشون رو زندگی کنن. این کیه؟ یاسر قربانی، کارآفرین برتر ملی که امروز اینجاست تا بهتون بگه هیچ وقت تسلیم نشین. چون اگه اون تونست از 0 به قله برسه، شما هم میتونید. فقط کافیه باور کنین و قدم اول رو بردارین.